لوبیا کباب سفارش دادیم فقط 175 تومن. آخه کی لوبیا رو با کباب میخوره که ما گیلانی ها میخوریم؟ یه بار بخورید بعد بیاید بگید. سومسرا شهر کباب. ادعا دارن سومسرایی رو کبابشون ادعا دارن دیگه، هر جا بری کباب خوب میخوری. بیایید اینجا هم عشق کنین. چنجه با کیفیت میخوای باید بیای پیش آقا سجاد. گوشتو ببین، کیفیت گوشتو ببین، آدم عشق میکنه میبینه. آقا سجاد چند تا سیخ بزن ببینیم چی میزنی. به به عجب کباب آبداری. برای من آبدار برداره، من برشته نمیخورم. گوشت خام ماهی برشته. آره سجاد، گوشت خام ماهی برشته باید آبدار باشه، خون بچکه ازش. چه گوشت باشه چه جگر باید آب بچکه. نپختم نپخت دیگه. حالا شما هر سلیقه‌ای دوست داشتین بگین آقا سجاد براتون میزنه. من آبدار دوست دارم. 2 سیخ چنجه چرب محلی با کیفیت با برنج و دورچین فقط 300,000 تومان. اینو کجا میتونی گیر بیاری؟ 2 سیخ کوبیده با برنج و دورچین و مخلفات فقط 230,000 تومان. اینجا تنها جاییه که تو سومسرا کوبلت میده. بیایید بزنید عشق کنید. البته الان صبح نیست ولی ما تازه بیدار شدیم میخوایم صبحونه‌مونو بزنیم. صبحونم چی میطلبه؟